5 تا عادتی که زندگیت رو نابود میکنن و حتی شاید حواست بهشون نباشه. 1. به تعویق انداختن کارها. تعلل. وقتی کارهای کوچیک رو عقب میندازی در نهایت تبدیل میشن به کابوس‌های دقیقه 90. قاعده کاری اینه که کاری که کمتر از 2 دقیقه زمان میگیره رو همون لحظه انجام بدی. 2. گفتگوی منفی. مغزت هر چیزی که بهش بگی رو باور میکنه. پس دست از گفتن من بی‌عرضه ام بردار. آیا اجازه میدی کس دیگه هم اینجوری باهات صحبت کنه؟ 3. اعتیاد به موبایل. چک کردن گوشی هر 5 دقیقه تمرکزت رو نابود میکنه. راه حل: موقع کار کردن گوشی رو بذار توی یک اتاق دیگه. نتیجه: 3 برابر بیشتر کار کن. 4. راضی کردن همه. وقتی به همه داری بله میگی در واقع داری به خودت نمیگی. مرز داشتن بیادبی نیست بلکه یک چیز لازمه. 5. نادیده گرفتن خواب. هر 1 ساعت کم خوابی فرداش بهره وریت رو به شدت پایین میاره. خواب رو مثل جونت ازش محافظت کن چون در واقع موفقیتت بهش بستگی داره. این عادتها رو کنار بذار و ببین زندگی چقدر آسون‌تر میشه. کدوم یکی بیشتر جلوی تو رو گرفته؟ لطفاً توی کامنت ها برام بنویس. اگر فکر میکنید این لیست کامل نیست و میشه مواردی هم بهش اضافه کرد، لطفاً برامون کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.